آقای دایی، من تو جنگ 12 روزه ایران، اتفاقا ایران بودم، از دانمارک اومده بودم ایران و ترک نکردم کشورمو. اتفاقا اومدم تو پست تو سمت تو ببینم تو چه واکنشی نشون میدی مادر قهوه. دیدم نه، چند روزی گذشت افکار عمومی اومدن پشت ایران و تو هم یه پست الکی گذاشتی، ولی واسه جنگل ها و خرسا و ملخ ها و مارها میتونه زود پست شما رو بذاری. ببین بحث پست تو نیست، من خار اون پست تو رو گاییدم. بحث بی‌ناموسی و بی‌غیرتی و بی‌شرف بودن توه. بحث اینه که زن خودتو طبق اون چیزی که مده و مردم میخوان تو لخت میکنه و برهنه میکنی. زمانی که فاطمه زهرا مده، فاطمه زهرا میذاری اینجا. زمانی که جاکشی مده، جاکش میشی. حزب بادیم، البته حزب باد نیستیم، تو خالی. همینطور رو من در اروپا علیدایی کردم، وگرنه انم نیستی، انم نخواهی بود. تو ثروت هیچ و پوچه واسه کسی که هنوز نتونه خانواده